بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود استاده می شوند. و اگر خداوند میخواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را میبود. حقا که خداوند بر همه چیز تواناست.